با سلام و درود فراوان. نوری هستم با کانال خصوصی گرامر کوریسی دو فرانسه نیو دبوتان در خدمتتون هستم. درس دو رو امروز بهش میپردازیم. پیش دو که میخواد بپردازه به فمینن و مسکولن بودن های ادژکتیو ها، مذکر و مؤنث بودن صفت ها، که چجوری صفتی رو که مذکر هستش تبدیلش کنیم به مؤنث. Il est grand. Elle est grande. Il est grand یعنی اون هست قد بلند و elle est grande یعنی اوی زن هست قد بلند. همطور که داریم میبینیم اوی مذکر هست قد بلند و اوی مؤنث هست قد بلند. La description. La description یعنی توصیف. Max est étudiant. Max est étudiant. Max اسمشه هست دانش آموز، دانشجو. ایله تانگله لیزون میکنیم، ترم بیام میچسبونیم به آن که در واقع وقتی که به یه حرف صدادار میرسه لیزون میشه، عمل اتصال انجام میگیره. ایله تانگله آن هم صدای آم میده. اون هست انگلیسی، یعنی یه مرد انگلیسیه. ایله کران اون هست قد بلند. ایله بلون اون هست بلون یعنی موهاش بلونده. ایله ژن او هست جوان. ببینید اولا یه بار اسمش رو گفته، یه اسمی که مسکولنه، یه اسمی که مذکره، و بعد برای جلوگیری از تکرار مکس این ایلا رو آورده که معنی او هست سوم شخص مفرد. ایل تانگله این لیزون میشه چون حرف صدادار هستش اولین کلمه در واقع این آنگله. ایل کران، ایل بلون و ایل ژون. برای جلوگیری از تکرار مکس این ایلا رو اینجا نوشته که معنیاش رو هم بهتون گفتم. و این چیزی که از وقتی میگن ایل بلون در واقع رنگ موها رو میگن، چون وقتی مثلا یه جایی هست که میخونیم مثلا رنگ قهوه‌ای رو میگه ایل بران، رنگ چشم رو نمیگه، رنگ مو رو میگه. این طرفتر لیا اتودیانت، لیا دانشجوی دانش آموزه. ال تانگلز، ال گراند، ال بلوند، ال ژون. همون معنی ها رو میده. یه در واقع زن انگلیسیه، قدش بلنده، بلونده، موهاش بلونده و ژونه و جوونه. یه سری در واقع چیزم داره دیگه، تفاوت‌هایی با این طرفش داره که اگر که اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم ببینید در اینجا گفتش که مکس اتودیان، لیا اتودیانت. در همین اول متوجه میشیم که اتودیان که یه در واقع ادجکتیو صفت مسکولن هست، مذکره، وقتی یک بخوام فمیننش کنن یک او بهش میچسبونن. در حالت کلی وقتی بخوام یه مسکولن رو تبدیل به فمینن کنن آخرش یه دونه او میچسبونن. ایل تانگله، ال آنگلز. ببینید اس اینجا که اصلا اس تلفظ نمیشه چون حرف پایانی هستش و ای صدای ا میده. اینا رو در واقع تو فایل‌های صوتی اولین در کانال پوبلیکمون اینا همه رو در کانال عمومی گفتیم. ال تانگلز، اس در اینجا بین دو تا وایل قرار گرفته، یعنی بین دو تا حرف صدادار قرار گرفته، حرف صدادار ای و حرف صدادار او، پس درش صدای زمده. ال تانگلز، ایل تانگله، ال تانگلز. اون انگلیسیه، اوی ور و اوی زن انگلیسیه. ایل کرام، ال کراند. ببینید این آخرش او گرفته. این کراند تلفظ میشه، دش تلفظ نمیشه، اما اینجا کاملا تلفظ میشه. او وقتی در پایان کلمه قرار میگیره باعث میشه که حرف قبلیش تلفظ بشه. ایل کرام، ال کراند.
اوی مذکر هستش قد بلند و اوی مؤنث هستش قد بلند، یعنی اون مرده و اون زنه. ایل بلوند ده تلفظ نمیشه، لبلوند ده تلفظ میشه چون او بعدش اومده قرار گرفته. اون مرده بلنده و یا اون زنه بلنده. ایل ژون، ایل ژون، مرد جوونه، اون زنه جوونه. اینجا چون خودی که در واقع ادجکتیو مسکولن مذکر خودش در پایانش او داره، دیگه بهش او در فمیننش اضافه نمی کنیم، به یه شکل نوشته میشه. حالا این پایینم نوشته ایل اتودیون، اون یه مذکر هست، دانش آموز، دانشجو در واقع اون پسره. و این طرف هم نوشته ال اتودیانت، یعنی اون زنه هستش دانشجو، یه زن مؤنث. masculin et féminin des adjectifs et des noms de profession. گفته مذکر و مؤنث صفت‌ها و اسامی شغل‌ها. اینجا اومده توضیح داده، گفته که فمینن رو، مؤنث رو چجوری میسازن؟ از مسکولن به اضافه او، از مذکر به اضافه او. یعنی در واقع چی؟ صفت‌هایی رو که فمینن هستن به این شکل میسازن. یه سری مثال هم زده که در بالا هم ما اینا رو با هم دیگه دیدیم. این در فرانسه برای ادجکتیوهاشون مسکولن و فمینن دارن، مذکر و مؤنث دارن، و با توجه به این که طرف مذکر هست یا مؤنث، ادجکتیوش هم تغییر میکنه برای خیلی از چیزها که الان فعلا در حال حاضر داریم و روی فاعلمون کار میکنیم. مسکولنش رو نوشته اینجا و فمیننش رو اینجا نوشته. دوباره ایل اتودیان، ال اتودیانت، ببینین در واقع توی خوندنشون هم با هم دیگه فرق میکنه و نوشتنشون. ایل گران، ال گراند. ایل ماریه، ال ماریه، اون هست متأهل، اون زنه هست متأهل avec او، ولی تو پرونانسیاسیون این دوتا هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون او اکسانت بود در پایان کلمه صدای ا میده، ماریه، و او هم در پایان کلمه تلفظ نمیشه، باعث میشه که کلمه حرف قبلیش تلفظ بشه که همون ماریه هست. ایل جون، ال جون. گفته پد شانجمان، ببینید اینجا رو گفته که پد شانجمان یعنی تغییری نمیکنه. چرا؟ چون این خودش در مسکولنش او داره و در فمیننش هم همینطور با او میاد. این پایین تر اومده توضیح داده که ادجکتیو های که آخرشون او ان داره وقتی که بخوان تبدیل به فمینن باشن تبدیل میشن به او دو زن او یا او دو تا ان او. ببینید پس اینا واقعا حفظیه، شما با در نظر بگیرید، کلمه رو بلد باشین، بنویسین نوشتارش رو و معنیش رو و ببینید مثلا اگر که به او ان ختم شد برای فمیننش به او دو زن او ختم میشه، به او دو تا ان او ختم میشه. اینجا همینه گفته او ان دوین او دو زن او، او ان میشه دو او دو تا ان و او. مثالاش رو با هم دیگه میبینیم. ایل تیتالیان، اینو لیزونش میکنیم با حرف صداش شده. ایل تیتالیان، ای او ان که گفته بودیم صدای ای هم میده. ال تیتالین یا ال ایتالین، میتونیم هم لیزون کنیم هم نکنیم. ایل تیتالیان و ال تیتالین، ببینید این تلفظش هست ایتالیان، این خیلی خوب تلفظ نمیشه، نزله، یعنی به صورت تو دماغی تلفظ میشه اما توی این کامل تلفظ میشه. ایتالین، ایتالیا، ایتالین. ایل لیسئان، ال لیسئن، بچه مدرسه‌ایه، بچه دبیرستانیه. لیسه یعنی دبیرستان هست، لیسان کسی که به دبیرستان میره، بچه دبیرستانیه و این هم ال لیسن یعنی دبیرستانی، اون خانم دبیرستانیه. خب ببینیم اینجا چی گفته.
این رو اجازه بدین یک خورده بزرگش بکنم. گفته که le final est de été se mouette au masculin sonore au féminin. گفته این پایانه هایی که فینال، پایانه هایی که به اس و د و ت ختم میشن موت هستن، تلفظ نمیشن، گنگن، بی صدا هستن، تلفظ نمیشن. در مسکولن هاشون سنوق هستن، با صدا هستن، یعنی تلفظ میشن. در فمیننشون خب معلومه دیگه، ما قبلا هم توی همون بخش ترکیب حروف در همون جلسات اولیه در کانال پوبلیکمون، در کانال عمومی تفتیچر گفته بودیم که در واقع تلفظ نمیشه حروف پایانی کلمات، که اینم همینو داره میگه. این اس، این د و این ت در پایان کلمه تلفظ نمیشن، اما اگر که فمینن باشن تلفظ میشن، به خاطر اینکه بعدشون او میاد قرار میگیره. این میخوان ایل آنگله یا ایلت آنگله، کران، انتلیژان، اما اینجا میشه ایلت آنگلز، کراند، انتلیژانت، کامل تلفظ میشه. و اینجا هم گفته که این میاد لیزون میشه، هم بحثی که بهتون گفتم. ایل تانگله میاد ت به آ، در واقع لیزون میشه چون با حرف صدا شروع شده. ایل تموزون، اون هست سرگرم کننده، یعنی باعث اون پسر سرگرم کننده ما رو سرگرم میکنه. انتلیژان و چی هستش؟ باهوشه، با استعداده. توی این صفحه 12 میاد میگه که چگونه مسکولن ها رو به فمینن ها تبدیل بکنیم، چگونه یک ادجکتیوی که مسکولن هست، صفتی رو که مسکولن هست مذکره، تبدیلش کنیم به یه ادجکتیو فمینن، به یه صفت مؤنث. یه دونه‌شو که یاد گرفتیم که بهشون او اضافه میکنیم. حالا میاد میگه که اینور مسکولنه، اینورم فمینن. میگه اونها این مسکولنایی که به او ان ختم میشن، به اینجا نوشت مسکولنایی که به او ان ختم میشن، فمینناشون رو باید او دوزن او بذارید. درست شد؟ پس اینا واقعا دیگه حفظیه. و مسکولن هایی که به او ان ختم میشن، فمینناشون رو او دوزن او بذاریم. ایل بون، اون خوبه. ال بون، اون دختر خوبه یا اون زن خوبه. ایل بروتون و ال بروتون، اون مرده هم بریتانیاییه، اون خانومه بریتانیاییه. ایل مینیون، ال مینیون، این نزله، یعنی خیلی تو دماغی تلفظ میشه، کامل تلفظ نمیشه. ایل مینیون، ال مینیون، قشنگ تلفظ میشه اینش، یعنی که اون جذاب، خوشگل، زیباست. اون در واقع پسره. ال مینیون یعنی اون دختر جذابه. من میگی که صفت‌های مسکولنی که به او ار ختم میشن، موقع فمینن شدنشون میشن او اکسانتگو ار او. خب اینا مثالاشو با هم ببینیم. اجازه بدین. خب ایل اترانژه، ایل اترانژر، ببین توی تلفظش هم حتی چی فرق میکنه. اترانژه، اترانژر. این ایله که اصلا کلا میشه اله. خب بیشتر این قسمت رو بهش بحث میکنیم. اترانژه، اترانژر. ایل بولانژه، اترانژه این خارجی، مرد خارجی، اینم زن خارجی. ایل بولانژه، ایل بولانژر، بولانژه، بولانژر. این به او ار خط شده، اینجا که شده او اکسانتگو ار. مرد نووه، اون زن نووه، یعنی تو نووایی کار میکنه. ایل تنفیرمیه، ال تنفیرمیر، هم میتونید لیازم کنین هم نه. ایل تنفیرمیه، ال تنفیرمیر. مرد پرستاره، اون زن پرستاره. حالا اگه لیازمش نکنیم میشه ایل انفیرمیه و ال انفیرمیر. بعدیش میاد میگه که اسامی در واقع ادجکتیو های مسکولنی که به ار و او ختم میشن، موقع فمینن شدنشون تبدیل میشن به اوز.
قاعدتا همه اینا حفظیه. Il est serveur. Elle est serveuse. اون مرده خدمه است، یعنی خدمه مرده، اون زنه خدمتکاره، یعنی خدمتکار زن. Il est menteur. Il est menteuse. اون دروغگوه مرده، اون زنه دروغگوه، یعنی زنه دروغگویه. Il est heureux. Elle est heureuse. اون خوشحاله، اون زنه خوشحاله. حتی il est heureux و il est heureuse. بعد میاد میگه که تور، اون فینال هایی که به تور هستن در ادجکتیو های مسکولن تبدیل میشن به تریسه. در فمیننش رو تبدیل میشن به تریسه. pour presque toutes les professions. برای تقریبا همه شغل ها. il est acteur. elle est actrice. اون هست مرد هنرپیشه، اون زنه هست هنرپیشه. il est éditeur. elle est éditrice. در واقع مرد ویرایشگره، اون زنه ویرایشگره. il est agriculteur. il est agricultrice. یعنی اون مرده هستش کشاورز، اون زنه هستش کشاورز. اکسپسیون، استثنا. شانتور میشه شانتوز. دیگه در واقع تورش تبدیل به تریس نشده شانتریس، شده شانتوز که این جزو استثناءات بایستی حفظ کن. همه اینا رو باید حفظ کن. درستون که خامقه دیگه همه چی رو باید حفظ کن. گفته که certaines professions ne changent pas au féminin. بعضی از این پروفسیون ها، شغل ها تغییر نمی کنن در فمیننشون. تغییر نمی کنن دیگه. le professeur تغییر نمی کنه. اون استاده، اون استاده. البته تو کانال پوبلیکمونم، تو کانال تفتیچرم گفتیم که در واقع بعضی کلمات دارن اضافه میشن به دیکسیونر زبان. گفتیم زنده است، در واقع بعضی از کلمات زاده میشن و خیلی از کلمات قدیمی هم میمیرن. این هم همین داستانه. پروفسور با او در دیکسیونرهای جدید داره اضافه میشه. این مدسن هم همینطور داره، اکریون هم همینطور. در واقع اینا میشه، یعنی هنوز جا داره که اینها رو به یه شکلی بگیم که به صورت مسکولن هست، اما قطعا در سالهای آتی این کلمات جا میفتن و به جای اونها همون کلمات فمینن جدید خواهد نشست که همون که الان کما بیش داره استفاده میشه در بعضی از جا. به هر شکل حالا اینجا که نوشته، یعنی ما این شکل رو هم که بگیم درسته. le professeur il est médecin. elle est médecin. اون پزشکه، اون هم زنه پزشکه. il est écrivain. در واقع نویسنده است. elle est écrivain. زنمون نویسنده است. il est auteur یا il est auteur هیچ فرقی نمیکنه، و یا elle est auteur. اونم معنی écrivain و auteur معنی همون نویسنده معنی میده. mais on rencontre de plus en plus souvent. ببینید همین که خدمتتون گفتم le professeur با او داره اضافه میشه. گفته که ما برخورد میکنیم de plus en plus، بیشتر و بیشتر، اغلب، یعنی دیگه اینا داره بهشون به این دیکسیونرها اضافه میشه. elle professeur avec eux. elle écrivaine avec eux. و elle auteur، این هم با او. درست شد؟ حالا اینجا میاد میگه که adjective irrégulier courant. adjective هایی که چی هستن؟ irrégulier هستن، یعنی بی قاعده هستن. اغلبشون بی قاعده هستن. بو، بل، میگه که اینا مسکولنشون بو هستش. بو به معنی زیبا هست، قشنگ، و موقع فمینن شدنشون تبدیل میشن به بل. و بعدی هم در واقع کلمه‌ای که داریم میبینیمش کلمه گرو هستش، به معنی چی؟ چاقه، که فمیننش میشه گروسه. ویو قدیمی، پیر، کهنه، ویای فمیننش. ژانتی
ژانتی. دو تا ال گرفته و یک او. بلان بلانش. اینا هم قطعا همشون حفظی هستن. اینا ایرگولیه هستن، بیقاعده هستن و از این قاعده های بالا تبعیت نمی کنن که تنها راهی که هسته شما بایستی این ادجکتیو ها رو، این کلمات رو همه رو حفظشون بکنید. اوکی، به پایان این جلسه میرسیم. امیدواریم که بهره کافی رو برده باشین. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.